ҳамарӯза соати 6:30 кормандони хоҷагии манзилии коммуналии ноҳияи Мурғоб ба кӯчаҳо баромада дар тозаву озода нигоҳ доштани онҳо ва баровардани партовҳои маишӣ иссагузор мегарданд. хоҷагӣ дорои 2 ҳадад техника, яке мошинаи махсусгардонидашудаи обпошӣ ва дигари нақлиёти борбардор буда, дар ин ҷо 16 нафар коргарон фаъолият намуда ҳамарӯза баҳри таъминоти тозагии маркази ноҳия кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар пешорӯи таҷлили 30-умин солгарди استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تکاپوی کارمندان خوجگی زیاد گردیده ایشان برنگ و بار در کوچه و پس کوچه ها نصب و وصل عیانیت و روبوچین مشغول می‌گردند. تا برآمدن کارمندان اداره و مؤسسه‌ها به کار، طرح مرکز ناحیه شهرک مرغاب نظر ربا می‌گردد. کارخانه خوجگی منزل کمونالی ناحیه مرغاب امروز به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تیار دیده ایستاده است. به کارخانه خوجگی منزل کمونالی 17 نفر کارگران هستند. هر سحری ساعت 6 تا 8 کارهای آبادانی، تازگی، سانیتاری گذرانیده ایستاده‌ایم. لیکن در کارخانه خوجگی منزل کمونالی 2 تا تکنیک وجود دارد. تکنیک زیل، بارکش و آبکشک. کارهای کبودگذاری را با تکنیک آبکشک آب را تامین کرده ایستاده‌ایم. در برابر دیگری داره مؤسسه‌ها راسازان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه مرغاب نیز در پیشبرد کارهای آبادانی و تعمیر بنای معماری سهم ارزشمند می‌گذارند. امروزها کارمندان مؤسسه فارغ از کار در پیشبرد کارهای تعمیری در بنای معماری جلب کرده می‌شوند. این بنا هنوز سالهای 60 قرن گذشته بنیاد گردیده و تعمیر و ترمیم نیاز بیشی را پیدا کرد. با نیروی راسازان در برابر کارهای تعمیری در داخلی بنا به سبز و خرمگردانی گرد و اطراف توجه خاصه ظاهر کرده می شود. مطابق اطلاع سردار مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه مرغاب سعادت شاه نظرشایف، 100% تکنیک راهداری در حالت آماده باش به فصل زمستان قرار داده شده. 4 تن سوزشواری دیزلی و 1 تن بنزین ذخیره گردیده است. کارمندان با لباس گرم تامین کرده شده برای در حالت دائمی استفاده برای نگاه داشتن راه خاروخ مرغاب در فصل زمستان سهمی باریز می‌گذارند.